بچه‌ها چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه آنباکس دیگه با گندم شادونه. بچه‌ها امروز قراره با هم دیگه یه شانسی خیلی هیجان انگیز آنباکس کنیم. شانسی بچه‌ها این مدل فودی کیوتیزه و اونطوری که به نظر میاد داخلش باید مثلا ظرف غذا و خوردنی و اینجور چیزا باشه. خودم که خب تا حالا آنباکسش نکردم، خیلی براش هیجان دارم و اینکه خب طبق معمول از فروشگاه توی توی هم خرید. اسباب بازیاش خیلی معروفه، عروسکاش که دیدید دیگه، پسونک داره و بعضیاشون وقتی که غذا میخورن بزرگ میشن و بلند میشه قدشون و اینا. و امروز بریم با هم دیگه شانسیش آنباکس کنیم. این قسمتش نگاه کنین یه حالت تولدی مانند و شکلات و این حرفا داره. این پشتش هم عکس عروسکاییه که ممکنه برامون در بیاد. من دوربینو میچرخونم تا شما بهتر و قشنگتر بتونید ببینید. بزن که بریم. بچه انتخاب این که چی بخرم اولش خیلی برام سخت بود، ولی در نهایت از این چیزی که خریدم خیلی راضیم و دوستش دارم. بچه ها نگاه کنید، اینجا خیلی خوشگل برامون نوشته بیبی لایف. اینجا هم نگاه کنید حالت طرح زیپ داره و اینکه پر حالت دراژی و قلب و اینجور چیزاست. این قسمت جلوش هم حالت زیپشه دیگه. بریم که بازش کنیم. آماده اید؟ 1 2 3. اول از همه این کارتمونه که توش آشپزخونه است و گل و گیاه و توی آشپزخونهش هم گاز و سینک و تخته و چاقو و بشقاب و اینا. خب این احتمالاً برای خونشه دیگه. واو، این ور نگاه کنیم بچه ها. این ورم یه دونه تخته و روی تختش بطری آب میوه و هندونه و میبینید پشتش هم چوبیه. خیلی خوشگله. حالا بعدا میریم جلو متوجه میشیم بعد باش چی کار کنیم. بریم سر شانسیا. بریم اولیشو باز کنیم ببینیم داخلش چیه. آماده ای؟ بزن که بریم. خب بچه ها نگاه کنین. اولیش این ظرف وافله که یه وافل قلبی هم روشه با اسکوپای بستنی صورتی. ظرفش هم ستاره‌ایه و پشتش نوشته بیبی لایف، یعنی مارکشو زده دیگه. بچه خیلی خوشحالم که فیلمشو از قبل ندیدم چون اینجوری برام خیلی هیجان انگیز و جذابه. خب بریم سراغ دومیش. بریم ببینیم داخل این یکی چیه. وای بچه ها چقدر با کیفیت، خیلی دوستش دارم. یه بطری آب میوه خیلی خوشگله، روش عکس یه آناناس داره و فودی کیوتی هم نوشته. اینجام که برندشونه و خیلی باحاله، خیلی دوست داشتنیه. بچه یه دونه صندلی کودکم اینجا هست. نگاه کنی همشون هم برندشونو داره که این صندلی کودک داخل بسته بندی بچه ها نبود. و این بسته بندی نمکدون بود، چقدر خوشگله. بچه عکس توت فرنگیه. این پایینم فکر کنم اینا شاتوتن و اینکه انگار سرسرش داخلشه که باید سرهم کنیم. بچه جدول غذاییش هم اینجا نوشته بود. حیفم میاد خرابش کنم. بذارید با قیچی ببرم. از این پایین ببرم. بچه ها رنگ بندیش و حسش خیلی خوبه. خب نگاه کنید بچه ها، یه سرسره زرده. اگه یادتون باشه بیبی پاپسای شانسی بلوم هم یه سرسره داشتن که اونم همینجوری سر هم میشد. خب بچه ها نگاه کنید، 2 تا رده پای نمیم گربه یا سگ میشه. اینم که طرح آناناسه و اینجام که گل و 3 تا پله به این صورت. خب بچه اینجا یه دونه قاشق هم داریم که بالاش آناناسیه، اینجا پاپیونیه و اینم اکلیلی هم هست بچه ها. یه دونه مقوا دیگه هم. یه دونه چک لیست داریم بچه ها. مقوا هم اینجاست. بچه یه دونه کارت دیگه هم اینجاست که این مثلا فضای بازه، نیمکت و میز فضای باز
و اینم که آناناس. بچه همه چی انگار یه جورای آناناسی بود. بعد و حالا باید بریم سر قسمت اصلی. بریم سر اصلیه، یعنی این پاکت آناناسی جذابمون. یه برش آناناسه، یه برش هم هندونه. بریم ببینیم عروسک ما چیه، چه شکلیه. بچه من توقع داشتم لباس یا شیشه شیر اینجور چیزام داشته باشه. نمیدونم این توه یعنی. خب آماده ای؟ 1 2 3. بچه ها نگاه کنید. یه تخته، این بالاش داشه کوسنای شبیه لیمو میمونه. روی پتوشم که برندشو زده این تختش. این هم عروسکمون. بچه ها این هم مینی ما، خیلی نازه. قیافش هم خیلی بانمکه، همین خیلی مظلومه. بچه ها گفتم همه چی تم آناناسی داره. لباسش آناناسی، موهاش هم که خب طلاییه دیگه، شکل آناناس. اینم پتوی آناناسیش، چقدر باحال. خب بچه ها بریم سر همش کنیم ببینیم چجوریه. بچه ها نگاه کنین، عروسک ما چند تا فضا داره و فضاهاش مربوط به این کارت هست. فضای اتاق خواب، فضای آشپزخونه و در مورد این برگه‌ای که کارتی که پایین بود فضای حیاط و یه فضا هم هستش که فکر میکنم حال و پذیرایی خونشه. مثلا این فرشه، اینم کموده. من الان روی فضای باز میذارم و فضای اتاق خوابش میچینم و بهتون نشون میدم. بچه فضای اتاق خوابش یه همچین فضایی میشه. صندلی کودکش رو میتونیم قرار بدیم، تختش رو قرار بدیم و پتوش هم بکشیم روش که دخترمون سرما نخوره. این هم فضای حیاط که من روی میزش آب میوه و اون وافلش رو قرار دادم. قاشقش هم گذاشتم کنارش و سرسرش. بچه نگاه کنین خیلی خوشگل رو صندلیش هم میشینه و کاربردی دیگه، الکی نیست. خیلی نازه. نگاه کنین کف پاهاش 2 تا سوراخ داره که میتونه روی سرسرش هم وایسه و واقعا سر بخوره دیگه. بذارید امتحان کنیم ببینیم خوب سر میخوره. آره قشنگم سر. بچه نگاه کنین توی هر اتاق هم 2 قسمت وجود داره که میتونیم راحت عروسکمون رو اونجا وایسونیم. بچه خب میدونید من شانسی زیاد آنباکس کردم ولی میتونم بگم این یکی از بهترین ها بود. خیلی دوستش داشتم. بچه نگاه کنیم چیا میتونیم برامون در بیاد. مال ما از گروه آناناسی بود. دلم میخواست که رنگ پوست شکلاتی نباشه چون خیلی عروسک شکلاتی داشتم و اینکه خدا رو شکر که شکلاتی در نیومد. اینا مثلا گروه دولفینن، اینا گروه دوناتن. بچه این سیاره اسمش چی بود؟ اینم در میومد دوستش داشتم. این آنباکسمونم به پایان رسید. امیدوارم که حسابی لذت برده باشید و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا یه آنباکس دیگه با گندم شادونه. خدا نگهدار.